خب سلام، بریم شروع کنیم تحلیل امروز رو. دیروز 100 تا تحلیل گرفتم، یعنی 40 دقیقه فکر کنم تحلیل گرفتم، یا میکروفونم خاموش میشد یا یه صدای از بیرون میومد دیگه. اصلا دیروز رو بیخیال شدم. میگم دیروز یه پوزیشن باز کردم، حساب خورده، اونم نشون میدم. حالا بریم از خود بیت ماهیانه شروع کنیم. ماهیانه مثل همونه، هیچ داده اضافه ای نداریم، ولی دوباره میگم میتونیم توی این ماهیانه اگر ادامه ندیم روندمون رو میتونیم یه مقدار شده کنیم. اوکی؟ یا کلشو. چرا؟ چون کلا تو 3 روز اول انقدر ریختیم. تو هر تایم فریمی، هر کندلی، وقتی یه حرکت شارپی داشته باشیم، اول اون حرکت، یعنی اون 20% اول تایم کندله، این حرکت رو داشته باشیم، احتمالی که ریجکت بخوریم ازش هستش. خب این از این. اینو فقط نگه می‌داریم تو ذهنمون که از این روند ریزشی نترسیم. اوکی؟ خب چی شد هفتگیمون؟ هیچی، هنوز تو این شادو ایم. هیچ ایده خاصی ندارم. توی روزانه، خب روزانه ریختیم، یه باکسی درست کردیم. باکسمون کوچیکه، آره. بذار تو 4 ساعته بیارم. یه روزانمون با 4 ساعته من یکیه. این باکسمون، من این 13% میخواستم باشه این باکس، ولی این باکس هم اوکیه. خب این باکس 10%مون هم اوکیه اگر همینجوری باشه. فعلا باید ببینیم این باکس تشکیل میشه یا نمیشه. جای خوبی بر پوزیشن شورت هست، آره. حقیقتا جای خوبی هستش. حالا اگه بخوایم از نظر تکنیکالی فقط نگاه کنیم، اوکی، یه موج خوب ریختیم، یه حمایت خوبی داریم، ازش بلند شیم چند تا برخورد بدیم، میتونیم بریزیم. اوکی، الان یکم ریسکیه. حداقل مثلا تا هفته دیگه اگه بریزیم میتونه منطقی باشه. اصلاح زمانی هم هنوز ندیم بهش. اوکی. خب چیکار کنیم؟ یا گفتم میتونیم روی این سقف باکسمون، که اون موقع نمیدونستیم باکسمون، اوکی، من منتظر اینجا بودم که تغییر روند بگیرم. مثلا من اینو بندازم. آقا من منتظر اینجا بودم، گفتم اینجاها اگه قرار سقف باکسمون باشه، من اینجا تغییر روند ببینم، یه رنجی ببینم، پوزیشنشو باز میکنم تا خود کف این باکسه نگه میدارم. اینجا میبندم. منتظر تریگر بود هستم، چون اینجا انقدر حمایت قویه. خب که اینجا قطعا یه بار ازش ریجکت میخوره یا یه رنجی میزنه، دوباره نقطه ورود میده تو پوزیشن شورت. هر چقدر پوزیشنمون بیشتر بخوایم آر بار بگیریم، بهتره که مثلا پوزیشن جدیدتری باز کنیم. اوکی، پس میصرفه اینجا مثلا آر بار 3 مون برسه، اینجا ببندیم، 3 بارم اینجا حساب بخوریم، باز بهمون بیشتر سود میده تا اینجا که حالا اینجا ریسک کردیم. آقا اومده تا اینجا آر بار 3، ممکنه همینو برگرده ریسکیمونو بزنه، اینجا هم تریگر بهمون نداده باشه. هیچی، فقط الکی 3 تا آر بار رو از دست دادیم. من این کارو میکنم، یعنی یک شاید دوست داشته باشه اینجا سیو سود کنه روی این کف، بقیه‌اش هم باز بذاره. من دوست ندارم. اوکی. یه چی میخواستم بگم. آها، روی بیت یه ساعته دیروز تریگر میداد. اوکی، اینجا میتونستی تریگر بگیری، همون اگه اینجا میخواستیم بگیم سقف باکسمون اینجا. اوکی، تغییر روند این لول بوده. خب تریگر میداده، خیلی هم اوکی بوده، استاپ هم نمیخوردی، آر بار دوت هم نمیرسیده فعلا. اگر با کندل شکسته کندل میگرفتی، اوکی، میشه 2%. آره، آر بار یک رسیده بود، الانم داره یه پول بک زده، ریجکت میخوره. فعلا پوزیشنت باید باز بمونه، مونده باشه یعنی. تریگر بعدی رو خود بیت ندارم حقیقتا. بذار یه بار دیگه لوچه، مگر اینکه اینجا که داریم میاد یه کندل ستاپ ببینیم دیگه، که البته این آرسایش هم زیاد خوب نیست. حجممون اگه مثل اینجا افزایش پیدا کنه میتونیم یه کارایی بکنیم. بریم اتریوم. امروز هم تحلیل یکم دیر شد، میخواستم تنها باشم که بتونم قشنگ بلند صحبت کنم براتون، قشنگ تحلیل کنم، سر همون بود. دیروزم 100 بار رکورد کردم، نمیشه واقعا، اگه خونه پر باشه نمیشه تحلیل کرد درست حسابی. اتریوم شکست 1610 دلار، تریگر XLM تریگر شد، دست داده. ایکس آر ترجیح میدم تریگر ندم. بی ام بی تریگر لانگش خوبه، شورتش زیاد خوب نیست فعلا. دوج تریگر میاد اینجا. دوج با 0.086361 تریگر خوبیه، پوزیشن اگه بخوام باز کنیم.
استاپ همه اینا میاد پشتشون دیگه. ADA الان این تریگرش خوبه. هایپ لولمون میتونه بیاد پایین‌تر. آره میتونه. زیاد شکستش جذاب نیست. اگه میخواین کوینه بهتری هستن. اینم هیچی. اینه که تریگر نداره رو نمیگم. هنوزم نه. تیاریکس بد نیست ولی خیلی اذیتتون میکنه اگه بخوایم پوزیشن باز کنیم. اوکی. چه خوب. آقا بیا اینجا. خب آقا اینجا ما اینجا آخرین بار تحلیل گذاشتیم. اصلا کاری ندارم چون دیروز انقدر در مورد اینجا صحبت کردم دیگه اصلا خسته شدم. ما همون تریگرمون رو میاریم اینجا میذاریم. اوکی. چون قراره دیر برسه به دستتون تا این آپروچ هم خیلی طول میکشه. اگه همین کندل این شکلی بود پوزیشن میتونیم بگیریم باش. استاپش هم پشتش ریسکیه آره، ولی یه موج ریختیم. این چی بوده اینجا؟ فیبوناچیمون بوده؟ چی بوده؟ آره فکر کنم یه لول فیبوناچیمون هم تاچ کردیم و فیکش هم کردیم. واگرایی هم که داشتیم قربونش برم تو RSI میتونیم بریزیم. میتونیم اینو بگیرین اگه پوزیشن دیگه ای ندارین. سوی هیچی زد آر او ببینم. نه هیچی. بریم توی واچ لیستمون بگیم آقا اول دیروز چی شد، چه پوزیشنی گرفتیم. این پوزیشن دیروز من حمایت هم اینجا بود. کندل اول چی شد؟ من اینجا بودش. کجا بودیم؟ اینجا که بودیم اگه نگاه کنین تو اینجا گفتم که میرم آپلودش نکردم مثلا. اینجا بودیم گفتم آقا من اینجا استاپ سل میذارم، استاپ لاسش هم این پشت اومد. حالا چی شد؟ این پشت میخواستم بذارم، اومد برامون یه سقف دیگه ساخت. گفتم استاپ لاس هم با استاپ این سقف دیگه که استاپ هم کوچیک‌تر بشه. استاپ سل گذاشته بود. آقا استاپ سل گذاشتیم، استاپمون هم این بالا بود. بعد اومد این کندله بس اینجا. چیکار کردم؟ اینجا یه دونه پوزیشن حجم اضافه کردم که استاپم اگه بذارم اینجا همون 1% که اینجا قرار بوده بذارم، 1% که قرار بوده اینجا بذارم، پشت همین کندل استاپ بخورم. خوبم بود. تصمیمم درست بود. حالا تصمیم که روی این کوین بخوایم پوزیشن باز کنیم اون کاری ندارم ولی تصمیمی که بذارم پشت این کندل خوب بود، چون ببین اگه هر جا میذاشتم استاپم میخورد در نهایت. ولی اینجوری ریوارد بهتری میگرفتم. خیلی رو دیواید ایکس پوزیشن باز کردم، من نکردم حقیقتا چون پایتو داشتم. این هم پوزیشنش خوب بوده اگه میگرفتین. استاپتون هم نمیخورده. تو 4 ساعت هم و چقدر SMS میاد به خودش کلفام که تو 4 ساعت هم یه کندل خوب داده. با این هم میتونستین پوزیشن باز کنید. تو 15 دقیقه هم یه کندل ستاپ داده بوده. ولی اینجا احتمالاً دیگه آروار چارتون رسیده بوده یا ریسکری کنین یا سیو سود کردین. اگر سیو سود کرده باشین فقط استاپ نخوردین، هنوز پوزیشنتون هم باز هست. خب پیوایتی چه که استاپ خورد. این از این. اوکی پاکش کنم. ژورنالش هم کردم. کلا بذاریمش کنار. این چیه؟ اینو کاش برسه بهتون. نمیرسه. اینجا داره کندل ستاپای خوبی میزنه ولی حالا ولش کن. بگذاریم گذر کنیم بریم توی تریگرمون. چه صبح بلند شدم آقا من دیدم اینجا کندل ستاپ داشتیم. دوباره رفتم 400 دیدم آقا یه کندل ستاپ دیگه هم اینجا داشتیم، یه دونه دیگه اینجا داشتیم. گفتم چی دیگه تریگر رو از دست دادیم. اوکی روی رندر منتظر موندم این کندل که اینجا بست توی یه ساعته. اینجا استاپ سل گذاشتم، استاپ هم گذاشتم زیر این سقفه، بالا این سقفه. پوزیشنمون بازه. امروز سی پی آی اومد اینجا بوده. سی پی آی که اومد یه 5% رفتیم تا دم استاپمون هم رفت. حالا شانس آوردیم که استاپ نخوردیم حقیقتا. اینم فعلا بازه. تی پی 6 تقریبا میخوام ازش، نه که بخوام ازش اینجا تیپین بخوره اگه مومنتوم بیاد یه اخباری بیاد. توی ایران هم هستیم ماشاءالله، اللحظه خودمون میدونیم که قراره چه اتفاقی بیفته.
اخباری بیاد یه تیپی گذاشتم که اینجا که رسید خودش دیگه ببنده. ممکنه یه حرکت شارپ داشته باشیم، ممکنه 100 تا اتفاق بیفته. قطعا من شاید مثلا رو آروار 4 ببندم، اوکی، زعفرون ببینم یه اتفاقی ببینم بعد میبندم، اصلا چی تعارفی نداریم. ولی نگهش تو اینجا تیپی بخوره روی یه حسابی که الان هستم دارم کلا میذارمش کنار، اونو میذارم برای برداشت تا آخر ماه، یک دو هفته دیگه یه حساب دیگه دارم توی پراپ، اینم اونو پاس کنم رون ترید میزنم، اینو میذارمش کنار. یه تیپی شیشه دیگه اینو میذارم برای برداشت. اوکی. حالا چیکار میکنم اینجا الان آروار دو برسه چیکارش میکنم؟ ببین اومده یه سقف فرامون زده، خودم هنوز نمیدونم اگه برسه تیپی دو احتمالا ریسک فریش کنم، شاید هم بذارم پشت این سقف استاپمو، نمیدونم هنوز، بعد اینو یکم بهش فکر کنم. ولی چون برامون یه سقف زده دیگه نیازی نیست که اینجا حتما 35% ببندم، میتونم ریسک فریش کنم و اینکه بذارم پوزیشنم باز بمونه دیگه تا هر جا که خواستم ببندمش. اونجا حجممون داره افزایش پیدا میکنه. اینجا میتونید تو تایم فریم پایینتر دنبال تریگر باشین، مثلا این کندل ستاپی که زده خوشگله بهتون نمیرسه، ولی اگه حالا بازم در ادامه اینجا کندل ستاپ زده بود میتونیم باز کنیم پوزیشنشو. چقدر حرف زدم. دامیننس تتر اوکی. سی پی آی سکتمون داده امروز خدا وکیلی، تا دم استاپمون اومد دیگه داشتم دیوونه میشدم. یه دونه استاپ الکی رو پی وای تی اچ خورده بودیم، دی وای دی ایکس کسایی که باز کرده بودن استاپ نخورده بودن هیچ دیگه، رندر هم میومد استاپ میخورد آجی سکتر رو همونجا میکرد. پوزیشن اون بازه، اگه میخواین تاییدیه بگیرین من خودم اینجا بودم پوزیشن باز کردم تاییدیه‌شو نداشتم، ولی رو خود کوینش تاییدیه‌شو گرفته بودم. میتونین شکست 9% رو به عنوان تاییدیه استفاده کنین. خود دامیننس بیت سعودی تو این تایم فریمی که میخوایم پوزیشن باز کنیم اوکی. چرا یعنی چی الان؟ هیچ الان یعنی اگه میخوایم پوزیشن شورت باز کنین دامیننس که سعودیه، آدر زادیمون که یاد اگه لوچه نزولیه، بیتمون هم نزولیه. خب یعنی چی؟ یعنی تو رو آلت کوین ها بشینیم پوزیشن باز کنیم بهتره دیگه. الان مینیمم هم پیدا میکنیم چند تا آلت کوین اگه بتونم. توتال سمون که واقعا خوب داره میریزه، مومنتو اومده تو مارکت دوباره، میتونیم یه ریزشو داشته باشیم. یا دیگه چک کنم رندرمون رو برش کنیم. وی هم داشت اینجا پوزیشن شورت میداد، کندل ستاپ هم داده بود چند بار، یه دونه کندل ستاپ هم اینجا داشتیم، اینجا را بودم فکر کنم، ولی چون این نهنگر دیدم مثلا گذاشتم کنار، فوکس هم بردم رو رندر، رو اون پوزیشن باز کردم. ولی اینجا کندل ستاپ داد بهمون تقریبا 1.77 خیلی خوب ریخته، بار 5 تون رو داده اگه پوزیشنشو باز کردین. این کندل هم خوبه اگه فلیپ کنه اینجا میتونین وارد اوورسل هم داره میشه، با همین میتونین کندل پوزیشن باز کنین، فلیپ هم کرد با همین کندل پوزیشن باز کنین. 2% استاپ منتظر باشین که مثلا تیپیش میتونه 12.5 دلار باشه. آی ان جی ورود نداره. ال آی تی خوبه اینجا، خوب شد لانگ باز نکردیم. اینو ور میدارم، من منتظر همین لول اصلیش میمونم 1.8 دلار. اس سی جی چه لانگ خوبی داد، چقدر عجیبه همه دارن میریزن این داره میره بالا. 10% استا بار 6 منطقی نبوده اگه می‌خواستیم پوزیشن بگیریم. هوم پوزیشن شورت داره ولی خوب نبود دلش کنین. خوب دارن میریزن خوب دارن میریزن. ما فقط تو ضرر فقط ما تو ضرریم. ما پی وای تیشو که اصلا بذاریم کنار حاجی، مثلا پی وای تیشو نگاش نکنیم، اعصابمون رو خورد کرد. ایدن اینجا اگه بهتون روی 0.03922 اگه تریگر داد بگیرین، شکستش میتونیم بگیریم با استاپ همین پشت این سقف یه ساعتتون. پارتی همچنان پوزیشن لانگش هست،
پیگیرش هم هستم که از هر جا حمایت شدیم میشه روش پوزیشن لانگ باز کرد. ده 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 ده. دشیچی کس امیدوارم میکروفونو میزنم زمین کلتون نتریشه. فونم صدا میده یکم. XLM ترجیح میدم پوزیشن باز نکنم روش. فت پوزیشن اینجا داشت، تریگر داشت، حساب کنم اینجا میتونستیم پوزیشنشو باز کنین. دی خود این کندل هم خوبه. بین دی و وی میتونین کندل ستا بار باز کنین دیگه، خودتون پیگیریشو بکنین ببینین کدومش بهتره. ای خدا بذار ببینیم لایف کن واچمون بالا میاد. لایف کن واچ اگه بالا بیاد خوب میشه. حالا نمیاد مثل اینکه بالا نمیاد. آقا کوینا رو فعلا گذر میکنیم. فعلا دی ایکس و رندر که چی، دی ایکس و وی این دوتا رو من خودم میذارم به دیسیژن. تونستم روشون پوزیشن باز میکنم روی اون یکی اکانتم چون اینکه ریسکش فول شد. الان فعلا پوزیشنش هم باز هست. اگر این یه حرکت شارپ کرد فقط رندر تار دوش رسید اینو ریسک فری کردم روی این دوتا میتونم پوزیشن باز کنم. اوکی امیدوارم تحلیل خوبی بوده باشه و اینکه سود کنیم. همین واقعا امیدوارم بتونم تحلیل بذارم. یعنی دیروز نمیدونی که 100 بار ریکورد کردم 100 بار قطع کردم یه مغزم نکشید ولی سعی میکنم دیلی آپلود داشته باشم. یکم هم دیر میرسه به دستتون دیگه، فقط میخواستم روتین رو نگه دارم. فعلا